سلام. خانم محترم مگه من عرض نکردم من شما نمیتونم ببینم؟ آقا من نمیخوام هیچ کسی ببینم. 10 بار بهتون گفتم. بچه‌م خانم اینجا تنها وای نسید. من خانمم خیلی حساس و غیرتی لعنتی اصلا میاد اینجا همه رو به هم میریزه. ببینید آش نخورده و دهن سوخته بیچاره میشه. بفهمید دیگه. بفهمید دیگه. اوه بفرمایید بفرمایید شما خیلی خوش اومدید. سر بیخودی این کولر رو خاموش کن. خیلی خوش اومدید. میگم ببند این کولر رو. ببند بزن جان کولر. بله بفهم. میبینی من مهمون خصوصی دارم. خیلی شرمنده. میگم خانمتون سر نرسن. چیه؟ سر برسه خانم خب برسه. خانم هم بیکارا چیکار داره؟ اصلا بیا کجاست؟ بگو بیاد. خانم من چیزا تو دلم هست که باید به شما بگم. من بابام و مامانم میدونیم من چیکار کردن؟ یه کاری کردن که من ازدواج سنتی کنم. الانم کارمون به طلاق عاطفی کشیده. تمام. خب معمولا ازدواجای زمان شما همه سنتی بوده دیگه. واقعیت اینه که من نمیخوام آش نخورده دهن سوخته بشیم. چی؟ ای بذار بشیم. اصلا مزه آش به اینه که تافیها خالدونت بسوزه، آتیش بگیری ولول کنه. آره شما فقط به من بفرمایید بگید من چه کاری میتونم براتون انجام بدم. داداشم منوچهر دارم دیوونه میشم تو زندگی. الهی من بمیرم که راحت شی. خب من سینی خیز در خدمت شما خانم. فقط تو رو خدا یه کاری کنی منوچهر از زندان بیاد بیرون. نکن اینجوری بغض نکنید خواهش میکنم. من حساسم روی این خیلی خاصی دارم. چشم من اصلا به شما قول میدم فردا خودم عین یک سگ پاسوخته بیفتم دنبال کار من. خیلی ممنونم. نکن دیگه من واقعا متشکرم. منوچ